با سلام، ملکی هستم از مرکز کارشناسی اتوچک همدان. همونطور که مطلع هستید پراید فیلتر کابین نداره، یعنی به صورت فابریک کمپانی برای کولر یا بخاری پراید فیلتر نذاشتن و هوا به صورت مستقیم بدون فیلتر شدن وارد بخاری و یا کولر میشه. امروز میخوام روش نصب فیلتر کابین پراید یا اصطلاحاً فیلتردار کردن کابین پراید رو براتون آموزش بدم. بخاری یا کولر پراید محفظه ورودی هواش مثل همه ماشینا داخل داشبورده. برای این کار شما باید ابتدا در داشبورد رو باز کنید. در داشبورد پراید به سمت بالا بکشید، زامناش از لولا آزاد میشه و به راحتی در میاد. در اینجا شما میتونید موتور کولر یا بخاری و همینطور این کانال سفید رنگ که ورودی هوا هست رو ببینید. محل قرار گرفتن فیلتر هوای کابین ورودی این کانال سفید رنگ هست. برای باز کردن این کانال سفید رنگ شما نیاز به بوکس 10 دارید. 2 تا پیچ نمره 10 داره که یکیش سمت چپ هست، یکی سمت راست هست. دو طرف این کانال سفید رنگ 2 تا پیچ 10 هست که با بوکس شما میتونید اینو باز کنید. حالا من این پیچ ها رو قبلا باز کردم. این سیمی هم که میبینید اینجا مثل سیم ترمزه، همین سیم دریچه بازکن کانال هست. این 2 تا پیچ رو که شما باز کنید با بوکس 10، این کانال به راحتی از این زیر در میاد. خب همونطور که مشاهده میکنید این کانال ورودی هوای بخاری و کولر پراید هست. از این قسمت بالاش هوا از بیرون وارد میشه، از این قسمت پایینش هوا از داخل کابین وارد میشه که با این سلکتور شما اون سلکتور رو که میکشید داخل کنسول، این دریچه انتخاب میکنید هوا از بیرون بیاد یا از داخل بیاد. همه ماشینا روی ورودی هوا یه فیلتر میذارن که قابل تعویض کردن است، ولی متاسفانه پراید اینو نداره. حالا ما میتونیم با این فیلترهایی که تو بازار هست، فیلترهای جارو برقی یا فیلترهایی که برای هود استفاده میشه، به راحتی از فروشگاه‌های لوازم و قطعات لوازم خانگی میفروشن، شما میتونید تهیه کنید، اندازش ببرید. میتونید حالا با این کشا اینو بندازید دورش مهارش کنید، یا مثلا با چسب آکواریوم. اینکه چسب آکواریوم به خاطر اینکه این چسب بعداً بخواید تعویضش کنید به راحتی این چسب قابل جدا شدن هست. یک دونه میتونید اینجا بذارید و با چسب یا با کش مهارش کنید. یه دونه میتونید اینجا بذارید سر ورودی هوای اتاق، قسمتیه که هوا از خود اتاق مکش میشه وارد کولر و بخاری میشه، در واقع هوای داخل رو سیرکوله میکنه. اینو میتونید با چسب آکواریوم اینجا بذارید و هر چند وقت یه بار به همین طریق باز کنید، حالا یا بشورید یا عوض کنید. ممنون از تماشای ویدیو. ملکی هستم از مرکز کارشناس خودرو اتوچک. خدا نگهدار.